استاد باقر رحمزاده بودند که همصف و همدم استاد ترسنزاده بودند و بعداً از جوانترها مومن قناعت که بر من حق استادی دارد، عبید رجب، گلچهره سلیمانی، اما از این میان برجسته ترشان مومن قناعت است که یکی از شاعران آوازدار تاجیک است و هم در زمان شوروی برنده جایزه دولتی بود و در تاجیکستان برنده جایزه استاد رودکی است و شاعر مردمی تاجیکستان است. بسیار سبک روشن و برجسته و هدفمندی دارد. آبشار، شعر از مومن قناعت. ای آبشار، آینه بی غبار من، یار زمان کودکی بی قرار من، از روزهای رفته توی یادگار من. آهنگهای رفته را تکرار میکنی، یادی به خواب رفته را بیدار میکنی، رازی مرا به لفظ خود اظهار میکنی. داری به یاد لحظه آن خوب منظری، کامد به آب صبح دم آن کرته پرپری، پای برهنه روی گل آن چوجه پری. موی سیاه بر قدی مفزون چو آبشار، چشمی چو چشمه صفا، روی چو نوبهار، قدی به مثل شرشره لرزان و بی غبار. گل خنده میزد و گلی در آب میفکند، طفلی به آب گوهر نایاب میفکند، سوزی به جان بچه بیتاب میفکند. میرفت و رنگ و رونق گلزار میشکست، می آمد و زی آمدش خمار می شکست، لب تشنگی تشنه دیدار می شکست. آن دخترک کی بود مرا؟ بلکه خواهرم، یا در بهار نورسی او بود دلبرم، یا چون کبوتر سفید او بود همپرم. هر کس که بود او مرا از جان عزیز بود، جانم ز جام شربت او ریز ریز بود. روزی که چون دو ساحل دریا جدا شدیم، دریا صدا نموده و ما بی صدا شدیم، در تارهای شرشره هر دو نوا شدیم. آن لحظه های بی بدل گویی به خواب رفت، عمر عزیزی بچگی مانند آب رفت، چون کبک رو فرامد و لیکن شتاب رفت. ای آبشار، باز بیا در کنار من، بنواز آن ترانه را چون یادگار من، باری نمای صورتی آن نوبهار من.